همه چیز آماده است برای آغاز کردن این رقابت. بینندگان گرامی منتظر میشویم از صدایشتکی داور را و بازی مهم تا اندازه هم برای منتخب ایران است، چون که ایران در بازی قبلی خود شکست خورده است و آخرین باخت منتخب ایران از تیم افغانستان بود که در دوره آخرین به قد گرفته شد. با حسابی دوباره افغانستان ایران را ناکام کرد. خوب بازی کنه ایران، خوب بازی کنه، شرمنده نکنه، خوب بازی کنه. منتخب قرقیزستان بینندگان گرامی در جدول مسابقه این حال یگان امتیاز ندارد و این دو دسته‌ای هستند که تاکنون صاحب امتیاز نشده‌اند در مسابقه و البته امروز برای آنها امکانات است تا اینکه امروز یکی از آنها حتما صاحب امتیاز خواهد شد یا اینکه هر دو صاحب امتیاز میشوند. این بازی میتواند به نتیجه مساوی به انجام رسد. در عموم بازی جالب رو انتظار میشویم از دسته‌های ایران و قرقیزستان. این دسته رو با شما معرفی کردم و رقابت شروع شد. بینندگان گرامی و به توجه میکنیم به رفتیان قرقیزستان با پیراهن سرخ در میدان است. ایران باشد به پیراهن سفید میدان دوری خواهد کرد. امروز غیر از رقابت ایران و قرقیزستان همچنین بازی ازبکستان و تاجیکستان برگزار خواهد شد. پس از این رقابت آن دیدار در همین میدان دایر میگردد. ایران با حمله می رود است کناری چپ میدان. در این کنار بازی میکند آریان رستمی رقمی 16 که این حال به مرکز می رود و توفیق اخپور یادگار برو بازی در آورد. بچه‌ها تله گذاری من نگم یه بار میگم نگاه کن شک بگیر ازش پاس در آغاز رقابت در اداره کردن توپ با منتخب ایران برتری دارد. وابسته از تجربه و وابسته از گیم نقنمایی. البته ایران فاوریت گذاشته می شود در این دیدار برای صاحب امتیاز شدن. یه نفرم کجایی دار خوب مزدار من یه بلنگو بگیرم فقط تو رو صدا بزنم امروز. بازی اولینی منتخب ایران در چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی اینکه کافا 5 روز پیش بود. روزی 20 آگوست ایران با ازبکستان بازی کرد. در آن دیدار بازیگران ایران چندی که تلاش هم کرده بودند ولی از ازبکستان حسابی 3-1 شکست خوردند. بهترین بازیگر همون دیدار نوربک سرسنبایف دانسته شد. قرقیزستان هم همان روز بازی کرده بود. منتخب قرقیزستان از افغانستان با حسابی 3-0 شکست خورد و بعدا بازی دور دوم باشد.
بازی دور دوم در روز دیگر برگزار شدند. آگوست که ایران بازی نداشت. قرقیزستان با ازبکستان بازی کرد. منتخب قرقیزستان از ازبکستان با حساب 2-0 مغلوب گردید. و بازی آخرین که گفتیم بر مقابل افغانستان بود. ایران باز هم شکست خورد با حساب 2-1. قرقیزستان باشد از جمهوری تاجیکستان با حساب 4-1 مغلوب گردید. و اکنون امروز هم ایران و هم قرقیزستان حیاتی به دست آوردن اولین امتیازها را در مسابقه دارند. بازی منتخب قرقیزستان تلاش کرد خیرات کناتوف از کنار میدان و قرقیزستان هم فعالی خود را میخواهد که نشان بدهد. امکانات ضربه‌زنی هست برای اینان خه ولی توپ را به کنار چپ روان میکند. دوره اول مشاهده میکنیم چنین هجوم پوزیشنی قرقیزستان رو توانست کمی بر وقتتر ضربه زند خیرات کناتوف ولی آفساید بوده است. حالتی نو بازی به خط گرفته می شود. هجوم منتخب قرقیزستان دیگر میبینیم با این هجوم و پرسینگ هم میکند قرقیز. ببینید که فوتبالبازان قرقیز چگونه پرسینگ هم فعالی خود را نشان میدهند. یک ارسال دیگر و اگر جایش میکرد اگر قامت بلند قرقیزستان امکانات ضربه‌زنی را البته پیدا کرده میتوانست. مومنی حرکت کن مومنی. تلاش نکرد که جایش نماید. ولی سمرابی منتخب ایران چگونه سپاریش را میدهد به شاگردان خود. بسیار فعال است در موقع تکنیکی و شاگردان خود را هم اونو بگیره یکی اونو بگیره نشست داشت ابوالفضل بلند کرده است دستو سالی بلندی توپ منتخب ایران با تمام حیات خود این حال ایران به حمله می رود. بسیار هم خوب سر وقت گذشت. توفیق اخبور با هم قرقیزها به حمله می روند. خیرات کناتوف خیلی فعال است در همین کنار و ضربه دومی را مشاهده میکنید. ولی مراتب دوم است که او پاس نمیدهد و ضربه میزند. مربی هم شاید از همین چیز نگران است که برای چی او در این حالت پاس نداد. باز سری شروع کن بده پسر گلم 5 نفر اینا بریم اینها این بر پایده بازی بران شده است. احسان خیرات پیشه افغانیده شد.
گفتی خیلی اما بلند بسیار هم خوب مدیت با همین کنار حمایتگر آخر سود تجریم خود را ادامه میدن. اینان خیلی پاس با کنار چپ یک بازیگذاری بسیار هم خوب. مستوار بازی کرد در همین کنار اشکان توروبی کاپیتانی منتخب ایران. در جدول مسابقه پیش صف عینی هول تیم ملی تاجیکستان است که 6 امتیاز دارد. ازبکستان و افغانستان هم 6 امتیازی دارند و منتخب ایران و قرقیزستان گفتن تا کنون امتیاز به دست نآوردن. یک امکانات برای بازیگران ایران ضربه هم داده می‌شود عبدالله شما پست چیه؟ جان؟ هافبک چپ نرو جلو گله داشته بایستا پشت 6 قدم بذار تو همه رد ضربه رو بکنید تو بعد توی دروازه برخورد بر نظر وزا تو با تور بر میخورد. بسیار هم تو برای اولی و توسط کنار میتواند ادامه یابد ولی سر وقت تو برو از نزد پای رقیب دور میکند. حمایتگری منتخب قرقیزستان ضربه کنجی با فایده ایرانی ها پیرسالی تو با داخل جریمه گاه ادامه دارد هجوم و تو از داخل جریمه گاه بیرون کرده می شود. عینی ها بیشتر در عکس هجوم ها تلاش میکند منتخب قرقیزستان و بینیاد بازی خوب در اجرایی امانتور ایساکوف با کنار روان کرده می شود. ضربه هم زده شد ولی سر وقت ساعت گذاشتن. باز یک پرسینگی دیگر و تلاش کرد برای توپ رو گرفتن محمد حسین مینی کفشگری آریان خوبی؟ خب آتافی باز هم فعال می شود منتخب ایران. حاجی عبدالله بیا عقب. عبدالله بیا عقب بیا اینجا بیا پیشو بیا همونجا وایسا. یک ضربه با سر ضربه خیلی هم خوب هم بود. محمدی حرف نمیزنی؟ محمدی تو رو بکی محمدی هست آریان پرسینگ میکنن در حال پرسینگ میکنن فوتبالبازان منتخب ایران برای توپ را گرفتن. یالا دفاع کنار عبدالله ارسال با کنار چپ میدان
انیال کمی هم مشکل است با بازیگران ایران هجومی پاکستانی را سازمان دادن چونکه فوتبالبازان قرقیز موقع خیلی درست رو اشغال کردن. دفع شاید ایران موفق شود ولی با امکانیت نمیدین. کنار عبدالله باز نمیشی؟ عبدالله نمیری؟ گیری بشو ندست گزارش توسط کنار چپ عبدالله زوری میگریزد از یک چند نفر و ضربه داده میشود. توپ از میدان بیرون شد ولی این ضربه کنجی است. خیلی هم خوب بازی کرد عبدالله زوری. پرتاف دورابی خوب سر بزن. پاس سالم بده عباسفر. بابا بچه ها باز نمیشید کمک کن. پاس بیا همونجا زود سرمربی منتخب ایران با شاگردان خود دستور سپارش میدهد اینکه بازی ثانیه به ثانیه بهتر شود. مومنی پس با کنار میدان و توپ از میدان بیرون گردید. تلاش دارد تیم ملی ایران جهتی با پیش برآمدن جهتی شدن ایستاب. یک پرتاب توسط کنار میدان. ایستا فشار ایران زیادتر میگردد. پرتاب امکان ضربه زنی است برای ایران. هجوم ادامه و بعد ضربه زده شد ولی این ضربه دقیق نیست. یکی اینو بگیره آقای بودردی، یکی اینو بگیره. بار دیگر دیدیم توپی کمک کنم برگردی. بچه ها مال ما باشه. بچه ها توپ سوم مال ما باشه. حال نمیگی حالا تو برگشته بگی. ضربه سخت. بزن جلو. یزن سخت میشه. پاس تکون. یک دو. پاس. عبدالله نمیاد لبخند. عبدالله نمیاد. عبدالله یه سوال دارم. ما توپ داریم این بعد تو رو بگیری یا تو اونو بگیری؟ بگیری من بگو. بسیار هم سخنان ایجالی گفته صدا است اینجا سرمربی منتخب ایران با شاگردان خود. سرمربی منتخب قرقیزستان باشد آرام است. مرداد شما اغلو اوت با فایده ایران. یالا بده پس با مرکز توفیق اخپور
ضربه او و باز هم ضربه دقیق. البته تلاش بازیگرانی ایران زودتر به چشم میرسد ولی ضربه او قریب که نادقیق هستند. تو برگشتی تو زمین نخوره و یک چند ضربه دقیق لازم است به منتخب ایران. در جمع پوزیشنی هم آنها اونقدر موفق نیست. که شماره زیادی بازیگران قرقیزستان در مورد رقیب قرار میگیرند. کنار پاس اما توسط کنار راستی میدان در اینجا خیرت کاناتوف است. اشاره میکند به شاگردان خود ایگر نیکیتین که آرامتر شوند، آرامتر باشند. پس به کنار میدان خیرت کاناتوف خطی حمله محمد حسین مومنی کفشگری ولی آوت به فایده قرقیزستان است. نجوم باز هم خط میگردد و باز هم به نتیجه. دو نفر از بازیگران ایران با پرسینگ میروند. آریا واسه اون سه بگیرته، واسه سه بگیرته. تله گذاری تو باز میدان بیرون شد. آوت. بخواب باری کلمون باروش بیا عقبی مرداد عقبی عباسفر پاس بده عبدالله نمیاد کنار. عبدالله برو اونو بگیر. پاس بده باز هم تلاش بازیگران منتخب ایران. رو به تو آقا رو به تو بده پاس بده. برو آقا یا آریان من فهمیدم میخوای به اینو بگیری. وای بارونا ضربه سوم یعنی نخوره. بیا حالا بده فوتبال جلو در تاریخ هنرنمایی خود بابا بیا جون در مسابقه‌های چمپیونات در مسابقه‌های اساسیاسیون فوتبالی آسیا مرکزی کافا منتخب ایران برابر ازبکستان یکی از دسته‌های موفق است. بیا پاس بده بغله همه جلوی احسان خالیه اونجا مومنی ایران
ایران سال 2023 در مسابقه کافا نیشنز کاپ جمعی ملیتی کافا سر اول توجه میکنیم به این هجوم. ایران توانست که پیروز شود. ازبکستان را با حساب 1-0 ایران شکست داد. بار اول آن مسابقه برگزار کردید. اولین مرتبه ایران آن را به دست داد. در مسابقه U20 باشد، یعنی منتخب‌های تا 20 ساله ازبکستان این سازی اول را اشغال کرد. سال گذشته ایران در 3 مسابقه چمپیون گردید. در فوتزال می‌بینید جوانان تا 19 ساله در همین مسابقه سال گذشته می‌بینید جوانان تا 19 ساله در فوتبال بزرگ توانست قهرمان و همزمان در فوتزال می‌بینید منتخب‌های اساسی هم ایران چمپیون شد. بازی حل کننده ایران منتخب تاجیکستان رو شکست داد. لاد می‌بردارد در این حال اربول باکیردینوف او با کمک نیاز دارد. از برداشتهش آنقدر جدی نیست. در اداره کردن این توپ ایران موفق است، اما این اداره کنی توپ با آنها قریب که هیچ چیز نداده ایستاده است. در رشته هستی کنار راستی میدان امانتور ایساکوف در آن موقع قرار میگیرد. و تلاش ضربه زدن را هم کرد. بچه ها باید رو به تو باشین، همین اونا ببین اونا آریان اونا نرو آقا نزد نمیری روش آمیش یالا بردار هفتن این بر هجوم‌های ایران آهسته آهسته با سرعت‌تر می‌گردند. رو زمین گرچنده که سپارش ها رو میدهد در این حال علی دوستی مهر، ولی شاگردان ببینید گل هم زدن این گل دست نیافتند. بیا جلو با سرعت را آغاز می‌نماید ایران. ارتوف با داخل جریمه گفت و اربول باکیردینوف عبدالله نمیدی قطع کنی؟ رو بیرون میکند از داخل جریمه گفت. ضربه کنجی است که بازیگزاری میکنند ایرانی ها. باز هم بازی خوبی
عبدالله زوری را میبینیم و داور پنالتی تعیین میکند با فایده ایران. عبدالله زوری افتانیده شد. و همین خاطر داور اکنون پنالتی تعیین کرد. خوب اکنون امکانیت برای منتخب ایران تا اینکه پیش‌سر شود در دقیقه 30 رقابت. ضربه ناخدر سخت ولی درست تو به مرکز می رود و ورودی دروازه می شود. اشکان توروبی ولی فی گل گردید. 1-0 ایران با پیش برآمد. ایران با پیش برآمد. از همین حرکت های عبدالله زوری باعث شد که منتخب ایران پنالتی کار کند. با این گل زده خود از پنالتی آنها با پیش برآمد. تنها مهارت انفرادی با منتخب ایران امکانیت داشت که پنالتی کار کرده پیشتر شوند. 31 رقابت است. پیشتر پس و حضور خود رو ادامه میدهد. یک ضربه ناقدر سخت جانب دروازه ادامه شود. آوت با فایده منتخب قرقیزستان و تغییرات. رقمی 10 امیر ایشنبکوف میدان را ترک میکند و با جای او تلکمات زاریبکوف وارد میدان گردید. یک ضربه سخت دیگر با خط حمله. باز میدان بیرون کرده می شود. منتخب قرقیزستان البته فعالتر می شود. ادامه رقابت. در حال با کنار چپ نه با مرکز روان کرده شد. ادامه هجوم و تو با دست برخورده است. شروع میکند داور آریان رستمی. با دست اینجا رقیب رو طلا داد. قاعده و ایران است. ضربه دقیق میزند دانیل کولویف. مهرداد آقا محمدی ارسالی او با کنار میدان.
بازی کن. دروازه‌بان ایران محمد سبحان بوالحسنی قریب که بیکار است. زیرا رقیب اونقدر هجوم هم نمیکنن. ریشه بسیار هم خوب. دو نفر در داخل جریمه‌گاه هستند. ادامه بعد هجومی منتخب قرقیزستان و یک ضربه بسیار هم خطرناک زده می شود. غیرت کنات ضربه را اجرا کرد. بازم امکانات برای منتخب قرقیزستان و از میدان بیرون می شود. بدون قاعده وران کنید. منتخب قرقیزستان توپ را میگیرد، گرچه که اونجا موقعی از پشتم بود. دوباره اجازه میدهد تا اینکه رقابت ادامه یابد. کمی هم فاول هم گردید قرقیزستان بعدی گلی سردادش. ولی این فاولی قریب بود که قرقیزستان حساب را برابر نکرد، چون که خیلی هم هجومی خوب داشتن بازیگران منتخب قرقیزستان. و دروازه‌بان ایران اگرچه که دوامی 30 دقیقه بیکار هم بود، محمد سبحان بوالحسنی در لحظه ضروری توانست دستش را نجات بدهد. اگر سیو نمیشد امکاناتی برابر شدن حساب خیلی زیاد. یالا برگرد رو به توپ بودن زیر و اقرام بازی نکن. رو به توپ آریان باش جمع شو با سرعت مومنی. دانیل کلویف هافبک امید یه کاری بکن، یه توپی بده. ضربه زده کلویف. یالا هافبک حالا برو هافبک بیاد هافبک احسان یالا. آها بیا تیر دو پس با مرکز توجه میکنیم با ادامه هجوم ایران. دانیل کلویف با یک دست این ضربه را برمیگرداند. بسیار هم خطرناک را این ضربه سخت زده شد. امید یه دوزر میتونی کار کنی؟ یه دوزر ضربه کنجی بازیگران خامد بلند ایران یه دوزر سکورشون زیادتر است نسبت به قرقیزستان. ضربه سخت زده می شود. در حال به عکس هجوم می رود منتخب
قرقیزستان ولی آنها موفق نشدند. رو به تو بالبال اومد نزد بابا باری کرده گودرزی باری کرده یقب رو به تو باریان بچه ها رو به تو احسان جمع وقت اساسی نیمه اول هم تیمش نزدیکتر است. 5 دقیقه دیگر بکنیم تا انجامی وقت اساسی نیمه اول. مومنی 14 باری کرده تو بیا آریان تو بیا بیا آریان بیا بذار بچرخه پس به کنار دادن شود. باری کرده بچه داره بستمون برای چی؟ بستمون آریان برو داره بزن این داده هم اینجا قرقیزستان هم تلاش دارد برای برابر کردن حساب ولی آنها قریب که موفق نیستند. یلا بروش یلا کانال راست را استفاده می‌برد تیم ملی ایران. ارسال آریان لاغر برو جلوش نزن اون بزنه. از میدان بیرون شد. اوت. پاس یه رقم پاس مردان جدا شو امید دوباره اشاره می نماید که رو به تو بازی ویران شده است. مردان بیا عقب آمینه بیا بگرفتی یک توبرابایی بسیار هم خوب اما توپ در اختیار ایران باقی ماند و قاعده بازی را دغلان و ویران میکند. عبدالله زوری دوبار به او کارت زرد میدهد. تو همونیست که پرسینگ نماید و قریب بود که توپ رو بگیرد. قیچ سومی رقابت حساب 1-0 ایران پیش صف است. زمین نخوره ارسال خیلی هم بلند راست به نیمه میدانی ایران روان کرده شد. ضربه نه قدر سخت میزند. محمد حسین مومین کفشگری خیلی هم ناراضی هم بود. رو به تو زمین نخوره برو پاس بدی آریان بگرد کنه عبدالله بعد نمیگردی بیا روش
توپ از میدان بیرون می شود. توجه میکنید که چند دقیقه علاوه خواهد کرد. باز هم از میدان بیرون گردید. شاید 2 یا 3 دقیقه علاوه کرده شود. وقت اساسی قسمت یکم. بیا رو گل آریان، بیا رو گل. اوت. دو دقیقه علاوه کرده شد. يلا يلا هيا هيا آریان عبدالله زاری شیو. عبدالله زاری بسیار عمالی بازی میکند. یک چند نفر رو فریب هم میدهد اما مشکل شد برای هجوم را ادامه دادن. این هجوم خیلی هم خطرناکی ایران با اوت به انجام رسید. فشار می آورد ایران در این دقیقه علاوه شده و ضربه را بود. ضربه کنجی است تو بعد حمایتگر قرقیزستان برخورد. بسیار هم راضی است این حال. اونجا کمغلو سرمربی قرقیزستان از هنرنمایی شاگردانش. آقا تو اونا ما سر میتونیم بزنیم؟ تو اونا ما میتونیم سر بزنیم؟ مامنی بیا رو گل. توپ از میدان بیرون شد و همینطور بینندگان گرامی بازی به انجام رسید. قسمت اول ایران قرقیزستان 3-1 ورزشی به فایده ایران است. تنفس میکنیم و بعدا برمیگردیم. اون رو تار نکنید.
قرقیزستان در دایره دوری پنجمی در چهارمی چمپیونات اساسیه فوتبال آسیای مرکزی یعنی نورسانی تو 17 سال شروع شد. سوم یک بر صفر فایده ایران است. در قسمت یکم منتخب ایران با گل زده اشکان توروبی توانست پیش‌رفت شود. کاپیتان پستا از پنالتی گل زد و همین طور ایران دو این حال پیش‌رفت هستند و در قسمت اول تلاش دادن گلی دوم رو هم کرده بودند اما موفق نگردیدند. منتخب قرقیزستان هم امکانات داشت برای حساب رو برابر کردن در نیمه اول ولی با منتخب قرقیزستان هم میسر نشد تو اینکه حساب رو برابر کنند. همینطور نیمه دوم شروع شد. با 45 دقیقه دیگر این بازی را تماشا خواهیم کرد. در قسمت اول رقابت اونقدر جدی هم نبود، اونقدر جالب هم نبود. البته یک چند جمهور را مشاهده کردیم. تلاش منتخب ایران زیادتر بود اما فضای گلزنی کمتر به چشم می‌رسید. تو باز میدان بیارد می شود. ضربه کنجی به فایده قرقیزستان است. در آغاز قسمت دیوم منتخب قرقیزستان ضربه کنجی کار میکند. قرقیزستان گفتیم که در نیمه اول میتوانست رو برابر کند. بسیار هم خوبی گلزنی داشت برای قرقیز از دست داده بودند. از میدان بیرون شد. آقای توفیق گودرزی کلاوی شروع مجدد دادیم. خط بلندن میاد الکی توپ میخوره. کم اولاد میبرداره دروازه‌بان محمد سبحان گل حسنی. اگر نیمه اول رو به خاطر داریم در قسمت یکم منتخب مارتری داشت در خود کردن تو ایران پیشرفت بودند. منتخب ایران میتوانست که از یک گل زیادتر رو هم به ثمر رساند. بازی مهم است با هم برای ایران و هم برای قرقیزستان که دست و تاکنون صاحبی یگان امتیاز نگردیدند. بسیار خوب توسط مرکزی میدان ضربه رو برمیگرداند دانیل کلویف. ضربه کنجی در حال توپ رو به بازی می‌دارد دانیل کلویف. و کنار چپ همین کنار رجوع میکند قرقیزستان ولی جوش آنها به نتیجه ختم میگردد. در نیمه اول سرمربی ایران بسیار فعال هم بود
дастури супорӣ шудам ба шогирдонаш. Канор истифода мебарад дар мунтахаби Қирғизистон. балагари қомат баланд Амантур Исаков дар хати ҳамлаи Қирғизистон ҳаст. ӯ имконоти камтарро дошт дар нимаи якум. توپ از میدان بیرون میگردد. درحال توپ آواز درآورده شد از جانب بازیگران منتخب قرقیزستان. گزارشی بسیار هم خوب تا همین منطقه میدان میآیند بازیگران ایران از جای مگوی رقیب آمدنشان درست است ولی در لحظه آخرین اشتباه میکنند بازیگران منتخب ایران. پس به مرکز ضربه و گل. استوب 2-0 می شود. بسیار هم خوب بود برای جای بازیکن منتخب ایران. احسان بلوچ شاهبخش مؤلف گل دوم می شود. ببینید موقع درست رو اشغال کرد این حملهگری منتخب ایران. دیگر رو شده میکنیم موقع اوزاد قرار داشت. 2-0 عالی ایران نتیجه میدهد. در آغاز قسمت دوم یکچند چنین هجوم رو ما مشاهده کرده بودیم در قسمت اول ولی نفری نبود که آنها رو اتمام رساند. با ضربه کنجی کار میکند قرقیزستان. ضربه کنجی با فایده منتخب قرقیزستان. ارسال توپ دروازه‌بان از داخل جای مرمی بیرون میکند. از به خط حمله ایران هجوم خود را ادامه میدهد. بسیار هم فاول است در قسمت دوم. احسان بلوچ شاهبخش سلام بازی با سرعت است.
دیگر یالا 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 چتونه آقا چتونه بازی بودرزی نمیخواد بری جلو پس بده بار دیگر مشاهده کردیم با قربان یک در مقابل یک یک در مقابل یک فوتبال با سمر رسانی سر جات باش بودرزی هم بگو با یارش موقع خیلی هم درست رو اشغال کرده ایستاده است احسان بلوچ شاه بخش باز هم گزارش این دفعه در همان موقع قرار میگیرد و ببینید چگونه فلوبازی با سرعت است و ضربه نوبتی بازی را کلا دیگر کرد احسان بلوچ شاه بخش خیلی هم فلوبازی خطرناک با سرعت ضربه‌های سخت دارد تکنیکش بلند است همون جلو بیان باری کرده بیان بودرزی نچست به یاره بودرزی اون 23 یار توه عجب هجوم‌های ایران در قسمت دوم خطرناکتر هستند نسبت به نیمه اول یه پاس بده مردد اگر خرد پیشه باروش بیان یزد بردو باش مردم برون شدن هول تمام حمایتگران بودرزی بسرم همینه بگی موفق شدن که رو از میدان بیرون کنن عشقان کوچک آقاده بگی دیگه و باز هم تو باید دروازه می شود 3-0 پلیسیمی خود را امیران با ثمر می رساند مؤلف هم گردید تحت رقم 14 ریحان روزی اون بازیگرانی که از کرسی احتیاطی وارد میدان شدند در نهایت نتیجه داده ایستادند متوجه میشویم باری دیگر ضربه با سر بود نتوانستند که قیمت برابر نشون بدهند بازیگران مخصوصا حمایتگران منتخب قرقیزستان بازان قرقیز هم خسته هم گردیدند شروع کردی نداد Campina! Bebe دیگه! پنج نفر ایلیا تو بادل تو بیا باروش بدو باروش نشم بابا بینش یلا مشکل میشود اکنون برای قرقیزستان بازی برگشتن هلا
چندکی 30 دقیقه هست، اما بازی ایران در قسمت دوم کلا دیگر است، باز هم قوی تر گردیدن. بازان منتخب ایران دفعه نیست پس از گلی ایران قرقیزستان فاول میگردد، ولی قریب که هجوم‌های اونو بی نتیجه هستند و ببینید سوپر با ضربه ممنون بود کائنات کاناتوف کوششیو یک بار 3 نفری وصل کرده می شود در هیئت قرقیزستان. آریو حسینی، آریو حسینی خوب گرم کنید، زود خود آقا بلر حواست تو بازی خوب گرم کنید جفتتون. از مدار گرفته می شود رقم 4 اربول کردینوف. حسینی نفست بیاد بیرون. ممکن نه راحت میتونیم بگیریم بازی کنیم. کمی 15 میدان را ترک خواهد کرد اربول کمچیبکوف. و جای بازیگر اینان خه و میدان بکزوت محمدov وارد میشه. دیوم است. منصور سولیاکوف هم اربول بکردینف را عوض کرد. در آخر باشد نظر کنجبک اولو وارد میدان شد و اربول کمچیبکوف را عوض نمود در میدان. آریو استارت بزنی، استارت. پس بعد داخلی داریم و گل. یک ضربه 24 هم خوب و گل. گل چهارم رو کوروش شفیعی به ثمر میرساند. دیگر میبینیم ضربه را ضربه خوب بود در اجرای بازیگر منتخب ایران و ایران بتواند غلبه بزرگ خود را به دست آورد. پس از
دو باخت پس از ناکامی‌ها ایران و نزدیک است اینکه یک بار غلبه بزرگ رو صاحب شود. تنها هجوم‌های منتخب ایران را مشاهده میکنیم در قسمت دوم. البته یک چند تلاش کوشش بود از جانب روسا، ولی تیم ملی ایران یک برتری بازی کرده ایستاده است. تغییرات اکنون در هیئت ایران عبدالفضل گمسیدی و محمد امین حسینی وضع میکنه در میدان. اشکان تورابی را باشد آریا مهدویکیا. Substitution for Iran, player number 7, Mohammad Adam Mohammadi, replaced by player number 10, Arya Ahmed Khan, and player number 3, Al-Fadl Ghamsidi, replaced by player number 21, Muhammad Amin Husseini. با تغییراتی که کرد سرمربی منتخب ایران در آغاز قسمت دوم نتیجه خوب داده ایستادند. این دسته بازی را هم دیگر کردند، مخصوصا در خط حمله میدان برآمدن احسان بلوچ شاه بخش برای که همه چیز را ایواز کرد. و سرمربی منتخب ایران هم نبسته است، اشاره می‌دهد شاگردان خود بازی ادامه خواهد کرد. ایران قرقیزستان حساب 4-0 است و فایده منتخب ایران نیمه اول با حساب 1-0 به انجام است و در قسمت دوم تا همین دقیقه‌ها ایران 3 گل رو به ثمر رسانیده است. یک هجوم خطرناکی دیگر و این ضربه رو برمیگرداند دروازه‌بان دانیل کلویف. حرکت کنید، سر رو بزنید. ضربه کنجی از کنار دیگر عینی هول تو با بازی در ورده می شود. اخبور ارسالیو به نتیجه ختم شد هجوم منتخب ایران. وضعیت استانداردی که ضربه‌های کنجی در موفق نیستند ایرانی و
راحت میشه. بیا اینجا لب خط باز کن. بیا لب خط بیا من نگاه کن. بیا اینجا. باز یک تغییرات دیگر. فردا پیدا میکنه از اینجا بره. بلوچ بین این دوتا فاصله است. اینجا باش بگی بر جخ برو. همانطور ایساکوف مدیران تر میکند با جوی او عطایی فضیلوف وارد میدان میشود. پرسینگ ایران هم خیلی هم خوب است و آنها کمک میرساند در قسمت دوم. همیشه شماره زیادی بازیگران ایران در پرسینگ قرار دارند. برابویی عجله نکنی باز بدی. باز شو باز آقا. این خود برام کنید تو گرفته میشود. دفعه نه اونقدر ضربه خوب زده شد. باز بده. یک هفتشی دیگر و دیگه بازی بیران شده است. بلوچ نه این دفعه اون نیست و اکنون موفق می شود که توپ رو وارد دروازه کند و این سرول ضربه زده همدستش محمد حسین مومنی کفشگری بود. حالا که دوبل میکند احسان بلوچ. توپ رو قبول کرد. ضربه اول رو برگرداند در زبان ولی بعدا در ضربه دیگر هیچ کار کردن نمیتوانست. نفسه بیاد بیرون بعد بیان. پنج بار صفر. نمیبینی بغل تو؟ سردوار این هول به نزد دوباره چهارم می آید. و کورت زرد داده می شود. باید همچی سرمربی منتخب ایران جانم آقا احسان کافی بازی ازبکستان و تاجیکستان بینندگان گرامی ساعت 21 شروع می شود. در خود را می توانید مستقیما تماشا نمایید. بازی بسیار جالب خواهد بود. توفیق همه از زیر فشار نیومدیم بیرون.
هنوز زیر فشار تویی. ضربه کنجی نه ضربه جریمه‌ای است با فایده قرقیزستان. گل صابن میزنه تو گل. صابن خوش رو بره. بیا جلو بچه ها بیا جلو. بال نکن. آقا بچسبیم به یار. برو بیا هر کی با یه یار. بیا جلو. مومنی جلوت نزنه. بعد از برای قرقیزها تا اینکه توانند یک گل را به ثمر رسانند. ضربه سخت بود. برو دیگه. مومنی مومنی آس بده بهش. دهه اخیر رقابت هم نزدیک می‌گردد به نگان گرامی. تغییرات نوبتی در هیئت منتخب ایران. گرنج مغلوب میدان را ترک میکند. ماهان کریمی رقم 6 وارد میدان میگردد. بازیگر قامت بلند احسان را عوض کرد ایلیا احمدی منیش. مومنی توپ میگیریم با هم بازی کنیم. پاس بده اون بزنه. فرقی نمیکنه. چنین هستند تغییرات بینندگان گرامی در هیئت منتخب ایران. مومنی سلوت نتیجه حساب 5-0 است. بین اون دوتا. آریو آرو لال میبردارد بازیگر منتخب قرقیزستان. بذار اون بگیره احسان. بذار اون بگیره. حالا بیا بالا. بیا جلوش. باروش. یه نفر. توپ رو بعد داخل جریمه‌گاه ایران روان میکنند قرقیزها. بیا. لال میبردارد بازیگر ایران. شاید خیلی هم جدی برداشته باشد. 10 دقیقه دیگر باقی میماند. طلبی وقت نداریم آقا. طلبی اگه نمیتونه بیاد بیرون. خب اشکان ترابی باید
مدام بیرون شود. يلا هافباك شو بقي هاف 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 لا بيمشوا بيمشوا رابوی بسرعه خوب بود. ادامه بعد هجوم ضربه و تو باز هم وارد دروازه میشود. 6-0 گل میزند محمد حسین مومینی کفشگری. با کنار راستی دروازه روان کرد و دروازه‌بان اشکال کردن نمیتوانست در این حالت. گزارش دیگر بازی ویران میشود. و کنار میدان در حال و کنار راست روان کرده می شود. این قدر وران کنی است. کارت زرد میدید دوار با سیمیک صدربایف. احسان شروع کردی. هی 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 یالا هی یا هی یالا رو گرفتن بازیگران قرقیزستان در آن را از دست دادند. گزارش رو ببینید. آریا پاس بده. پاس سابقه کافا تو 27 آگوست روز یکشنبه برگزار می‌گردد. بعد از این ایران با تاجیکستان بازی خواهد کرد روز 27 و این رقابت آخرین قرقیزستان است. قرقیزستان علاقه سه بازی رو دویر کرد. این بازی سیمش است. در دور آخرین افغانستان با ازبکستان رقابت میکند. تاجیکستان با ایران با انجام میرسد. این مسابقه
بده پشت دفاع. مومنی حالت استانداردی و فایده ایران. در دقیقه 86 رقابت. بسیار هم سخت زده می شود و توپ با فوتبال قرقیزستان برخورده است. به همین خاطر این حال ضربه کنجی تعیین کرده شد. توپ را گرفتن نتوانستند قرقیزها. یک تلاش دیگری بازیگران منتخب ایران در دقیقه‌های پایان رقابت. ایران در قسمت دوم کلان بازیگران نشان داد. توانست که برتری خود را نشان بدهد. منتخب ایران توانست که نشان دهد. با همین بایسای بزرگ اکنون ایران غلبه خواهد کرد. بسیار هم خوب بازی کرده صدا است. تحت رقم 9 ببینید چگونه چالاک است. بازیگران ما را می‌گوید که بر مقابل کلام با دقت بازی کنند. وقت آخرینی دیدار است. از این ضربه جریمه‌ای خواهیم فهمید که داور چند دقیقه علاوه خواهد کرد. شاید 2 یا این 3 دقیقه مثل نیمه اول علاوه کرده شود. زیرا ایست‌ها خیلی هم کم بودند. حساب هم بزرگ است. برای اضافه کردن وقت زیاد ناقدر منطق هم نیست. گل هفتم زده می شود.
احسان بالوچ شاهبخش بهترین بازیگر دیدارم انتخاب خواهد شد این نفر، چون که علی برای آمدن از میدان در حقیقت هم بازی رو کلاً دیگر کرده. هفت بار 0. دو دقیقه علاوه شده است. از آن لکه یک دقیقهش پس سرگرد. ضربه کنجی به انجام میرسد. بازی ایران و قرقیزستان با حساب 7 بر 0 منتخب ایران پیروزی به دست آورد و اولین امتیازهای خود را در اساسیاسیون فوتبال مرکزی دارد. این اساسیاسیون یعنی نوارسانی تا به دست می آورد. بازی آینده ایران بر مقابل تاجیکستان است. منتخب قرقیزستان باشد با همین نرمای خود را به انجام میرساند. با شما بازی را تماشا کردم. شریف فردین شیرازی، تشکر برای دقتتان. خیر.